ساکنان جماعت دهات گلستان شهر لوکند عید نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت خاص جشن گرفتند. آنها در هر گوشه بزمگاه خوان نوروزی آراسته کرده بودند. زنان و بانوان جماعت هنرهای دستی از قبیل قراق‌دوزی، کشیده‌دوزی، چکندوزی و اطرس و اطلس بافی را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه مسئول هنری طالب‌علمان مؤسسه‌های تعلیمی منظوری همگان گردانیده شد. هر نفر با دستاویزهای خود وارد نوروزگاه می‌شدند. فرارسی جشن دلفروز را به همدیگر شادباش می‌گفتند. استقبال مهمانان نیز از جانب ساکنان جماعت خیلی صمیمی بود. در اینجا کودکان و نورسان سرگرم بازی بودند. مورد ذکر است که امسال مردم کشور خصوصا ساکنان جماعت گلستان شهر لوکند جشن نوروز را در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با رعایت تمام سنت‌هایش استقبال نمودند. نوروز این معنی روز نو است. آغاز روز نو، آغاز روز فرخنده پای است و این عید آزاده و آزادگان است. اصلا نوروز تاریخ بیش از 5-6 هزار ساله دارد. من امروز در جماعت گلستان جمع آمدی نوروزی برگزار شده ایستاده است. خوانندگان ما نیز به این روز آمادگی خوب دیدند، مهارت دوزندگی پزندگی خود را نمایش داده ایستادند. من این هنرهایی که به معرض تماشا گذاشته شده است هنری دستی خوانندگان ما می باشد. در ادامه چاره‌بینی کارگران و کارمندان پیشقدم جماعت برای سهم بارز گذاشتن در رشد و نمو ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر با تحفه‌های خاطروی و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. برای بالیده نمودن تعب اشتراکداران از جانب هنرمندان شهر برنامه فرهنگی پیشکش کرده شد.